هد خوردا. بنازم چه کیلی میگیره این بازیکن. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو میخوایم بریم، یعنی هم شما میخوای فشار بخوری هم بنده، یعنی من باید فشار بخورم. حالا چیه؟ باید بریم با WSP یا G18، بستگی به خود بازی داره چی بندازه و با همون تا آخر بازی ادامه بدیم. با من همراه باش. دوستان همونطور که میبینید با شانس زیادی که داشتیم WSP انداخت و WSP من بهتره و اینکه راحت میتونیم میشیم. زمینم که یه زمین بسیار بسیار داغون انداخته و واقعا سخت. داخل این زمین من حالم به هم میخوره وقتی بازی میکنم. اصلا هم هد نمیشه زد، فقط باید وست کشی کنیم. من یه مدکیت کیلم شد. چه راحت. فقط باید وست بزنید. داخل این زمین من یه دونه هدم نمیتونم بزنم، یعنی راستشو بخوام بگم داخل اینجا من یه دونه هدم نمیتونم بزنم. وای 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 انمی. اینا ریف میشه. وای وای ریدم. این دست دوم و اینکه دوباره باید WSP رو برداریم و مثل همون دست قبل بازی کنیم. WSP واقعا گانه خوبیه ولی داخل اون زمین واقعا نمیشد WSP اصلا هد نمیشد زن. من هر موقع داخل اون زمین میافتم نمیتونم هد بزنم. سخت هد زدن داخل اون زمین و واقعا خیلی سخته. حالا ببینیم داخل اینجا این زمین چیکار میکنیم. این زمینم واقعا این زمینه که جدید اومدن من اصلا خبرشو ندارم، یعنی این زمینه که تو 3-4 ماه پیش اومدن من اصلا مثل این زمین اصلا خبرشو ندارم. مثلا اینجا یهو شاید انمی بیاد. اینا این با من بنازم. هد شانسی هد بسیار شانسی رو زدیم و دومین کیل. پشما من با M500 دارم کیل میگیرم، مگه میشه؟ واقعا چی میگم بابا؟ چرا گان دادی به من لعنتی؟ من گان نمیخوام. واقعا خیلی WSP گان خوبیه، یعنی بین کلتا واقعا از 18 خیلی بهتره. درسته بعد از 18 اومد ولی 18 هم گان خوبیه، ولی WSP یه چیز دیگه است. جواد خیابانی چی رو در تیم میزنی استا؟ ای بابا من اسنایپ نمیخوام بگیر. فقط قراره با WSP وین کنیم استادا. من اسنایپ نخواهم. من 4 نفر از اونا هنوز زندن. کجا هم خبر مرگشون؟ همینجا رو گشتیم که. هد خوردا. بنازم چه کیلی میگیره این بازیکن با WSP. الان اول نه دوم با WSP 4 تا کیل گرفتم تا دست سوم، یعنی داریم وین میشیم. واقعا خیلی چون من گان گرفتم خاک تو سرم کنم. واقعا خیلی چالش ایزی بود، فکر نمیکردم راحت وین بشه. البته به اسکواد روبروم ربط داره و یارای خودم خوب باشن من بازی هم نکنم باید منو وین کنن دیگه. و واقعا با WSP تا اینجای کار خیلی کار کردیم که تونستیم 4 تا کیل فقط با WSP بگیریم. اینجا میایم کیل بعدی یا با یه تیر دیگه. پشمام کیل بعدی با WSP پاره کنه محل. جر دادم همه رو با WSP. کیلو بگیر خلاصش کن. نه گان نه، من گان نمیخوام. 2 تا انمی دیگه موندن و
کمی دیگر میرسیم به وین با WSP. واقعا این یه موفقیت خوبیه. بابا گروزا چرا دادی به هم؟ نه گروزا چرا دادی به هم؟ کجان پس اینا؟ ها پیدا کردم اون بالاه اینجاست. وای بزنید. آها یکی مونده. بیا اینور. الان ریو نمیده. ریو داد آجی، بد ریو داد. وای بزن لعنت بهش. فشار رو میخواد این لوش. یه نفرشون اونجا مرد، یه نفرشون بات بود. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر. من با این باید منتظر بمونم. وای اونم زدن که. بیام پایین. وای چطور ممکنه؟ یعنی نمیخوایم وین بشیم. من فقط یک دست این دست رو فقط میخوام یه گام بگیرم، بهشون بگم که من آره میتونم پارتون میکنم. این دست من گان داشتم که پاره میکردم با این پیچه، با UMP یارو رو. که این دست رو من یه گام بگیرم، اگه باختیم دست بعد USP میگیرم. چون و اینجاست. بیا دیگه زدنش خلاصش هم کرد. خب بعدیتون بیاین دیگه. نه یافتمش. الان میام بالا. کارشون دارم. وایسا. وای یه تیر بخوره، فقط یه تیر بنازم. بله با گان اینطوری میشه. خب دوستان ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. البته دست آخر رو سرپیچی کردم ولی خوب بود دیگه. واقعا با WSP نمیشه این همه کیل گرفت. خدا نگهدار.